سلام مجدد به مردم افغانستان و هموطنان گرامی چی در داخل و چی در خارج کشور است. ما قبلا در صحبتایی که کرده بودیم در اونجا ما قرار که دیدیم در یوتیوب همین ویدیوهای ما به شکل ناقص انداخته شده، مکمل نیستن و میخوام یک چیزی اضافه کنیم. هموطنان گرامی میدانید که در اسلام در افغانستان وقتی که به وجود آمد به ترتیب به وجود آمد، یعنی یک دم تمام افغانستان مسلمان نشده بود. تقریبا 200 سال گذشته بود، 2 قرن گذشته بود که مرکز و جنوب افغانستان هنوز مسلمان نبود. شمال افغانستان مسلمان شده بود که به نام خراسان اونجا از اریانه کبیر و خراسان اونجا نام مانده بودن که ابو مسلم خراسانی بود و برمکی ها بودن. اونا گرچه از طرف عرب ابو مسلم خراسانی هم قراره که پیشتر هم گفتیم که با مکه خواسته شده بود و در اونجا با فامیلش کشته شد و برمکی هم چون اینا یک قدرت بودن ولی با وجود از اینکه مسلمان شده بودن از طرف عرب از طرف ساسانی ها کشته شده بودن و در بعداً در زمان ساسانی ها وقتی که برای یعقوب الله صفاری وظیفه گذاشتن که باید جنوب افغانستان هم تسخیر کنن، همون بود که با قلعه بست حمله بود. قلعه بست یعنی در هلمند هیچ قوتای اسلامی تسلیم کردن نمیتونستن تا 200 سال اضافه از 200 سال. این قلعه بست هم یعقوب الله صفاری حمله میکنه، تسخیر میکنه و میایه به طرف غزنی را میگیره، به طرف امی تنگی وردگ و میدان و اینجا را میگیره. دمینجا برای کابلی شاه ها احوال میپرسته که ما با شما دیگه پیشروی نمیکنیم، یک معاهده صلح امضا میکنیم. اونا را خسته بود باز در کمین امی خود کابلی شاه ها را. کابلی شاه ها امی شاهانی بودن که از کوشانی ها و یفتلی ها در اونجا جمع شده بودن. تمام امی قوتای کوشانی ها و یفتلی از شمال هم به جنوب آمده بودن، از مرکز هم خود یفتلی ها و کوشانی ها بودن آمده بودن. اینی خود کابلی شاه ایره خواست و در کمین کابلی شاه را از بین برد، کشتشه. باز در لشکر کابلی شاه یک تشویش ایجاد شد و از استفاده کرده، یعنی اضافه 2 قرن امی یعقوب الله صفاری کابل تسخیر کرد. در اینجا ما باید یادوار شوم که در جنوب کوه هندوکش یعنی در قسمت باگرام و بنام برگام یاد میشد و کوپیسا یا کاپیسا امروزه اینجا هم یک تمدنی بودن. گرچه تمدن در زمان کورش یک دفعه اشاره خراب شده بود، خب باز هم چی شده بود، جور شده بود، تمدن بزرگ اینجا بود. گرچه زردشت و بود پرست بودن. خلاصه ای که یعقوب الله صفاری وقتی که امی کابل میگیره، هموطنان عزیز، ما که گفتیم پیشتر گفتیم واقعیت تلخ تاریخی نمینجاست که ما برای شما تشریح میکنیم. ای از کابل تمامی بتهایی که اطلاعی بوده از لاجورد و زمرود کلش جمع میکنه، در تمام ساحات که ایده تسخیر میکنه ایده چیز جمع میکنه، برای کاروانای خود به عراق میفرسته. ما در یک تاریخی که البته در تاریخ افغانستان شاید این چیز نباشه، ما در یک تاریخ دیگه که با زبان دیگه ما در کتابخانه ایره خواندیم، امی یعقوب الله صفاری از اونجا 400 تن طلا و لاجورد و زمرود از کابل میگیره و با عراق میفرسته. ولی متاسفانه سعی کنین هموطنان عزیز، عرب ظالم چی یک کلتوری یک فکری با صحیح که اسلام آورد، ولی در پالوی از او بعضی انانات بعضی افکار غلط و
پوچی را برای ما به جای گذاشتن. این به این شکل که وقتی که این آمد ما در خود لوگر معدن مثل عینک بود، در او فعال بود. این در زمان اسکندر کبیر که در یونان باختری بود، در اینجا یک فابریکه مثل عینک جور کرده بود و یکی هم فابریکه طلا ما داشتیم در قسمت او طرف کوتل پاج، در قسمت های یک اولنگ. ما در تاریخی که و زبان دیگه که ما در کتابخانه خواندیم همین چیزا نوشته است. این دو فابریکه را یعقوب الله صفاری امر کرد که ایره کلش خراب کنین. با مردم گفتن شما این جهان چی میکنین؟ در غم او دنیا باشین. این طلا کار شیطان است. طلا چی است که چیز میکنین؟ گرچه این بسیار ساده لوحانه است هموطنان عزیز، ولی ما ایره براتان میگم که ایره واقعیت است. ایره عزیز چشم پوشی نکنین. ما ایره که خواندیم از چشم اشک میریخت که چی بدبختی را برای مردم افغانستان که تقریبا 1400 سال قبل ما فابریکه داشتیم ایره دفن کرده بود. و فعلا هم ما شما آگاهی داریم که یا آخر وقتی که میخواین فابریکه مثل اینک فعال کنه، در اونجا در داخل از او آثار سابقه را کشیدن، این از زمان بت‌های و دیگه آثار زمان زردشتی و بت پرستی را کشیدن. خب به هر صورت این یک تاریخی بود که برای شما گفتیم که یعنی ما را فابریکای ما را مسدود کرد و طلا و چیزهای زمرد و لاجورد کت خود برد. خب از این که هموطنان عزیز این ویدیوهای ما بسیار زود قطع میشه و با کسی که میفرستیم نمیتونیم گفته چیز در یوتیوب پارتا. ما بعد از این ویدیو مسائل بسیار مهمی را که امروز جریان داره برای شما هموطنان عزیز تشریح میکنیم.